تا حالا این ظرفای خوشگل چینی رو دیدی که یه جاهایش با استفاده از یه سری خطوط طلایی به هم وصل شده؟ مطمئنم که دیدی و شاید برات سوال پیش اومده باشه که این چیه. تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا هم بهت یاد بدم که یکی از این ظرفای خوشگل رو برای خودت درست کنی و هم داستان این که چرا اصلا ظرفا رو این شکلی میکنن رو بهت بگم. سلام، به پنهان خوش اومدین. تو ویدیوی امروز قراره که به یه ظرف شکسته یه زندگی دوباره بدیم و تکنیک کینتسوگی رو روش اجرا بکنیم. چند روز پیش که داشتم تو آشپزخونه کار میکردم یکی از پیش دستیام از دستم افتاد و شکست. از اونجایی که من به ظرفام خیلی علاقه دارم واقعا دلم نیامد که بندازمش دور. از طرف دیگه دیدم که حیفه و چطوری که با این ظرف شکسته یه تکنیکی که خیلی وقت بود ایدهش تو ذهنم بود رو اجرا بکنم و اون تکنیک چیزی نیست جز همین تکنیک کینتسوگی. برای شروع کار نیاز داریم به یه ظرف شکسته یا لپر یا ترک خورده. در واقع ظرفتون حتما باید یک نقصی داخلش باشه. تو مرحله دوم اگر ظرفتون چربه یا جایش لک هست حتما باید اون ظرف رو بشورید و بعدم حتما خشکش بکنید. برای چسبوندن تیکه های ظرف من از چسب قطره‌ای استفاده کردم. منتها سریع چسب قطره‌ای خیلی بزرگه و یه مقدار چسب زیادی ازش میاد. برای اینکه کارتون تمیزتر بشه میتونید از یک خلال دندون کمک بگیرید. من چسب رو روی یه تیکه تلخ ریختم و بعد با استفاده از خلال دندون از چسب استفاده کردم و تیکه های ظرف رو به هم چسبوندم. چون که گفتم سریع چسب خیلی بزرگه و کارتون رو کثیف میکنه. توی این کار هر چقدر که ظرافت بیشتری به خرج بدین نتیجه نهایی کارتون خیلی بهتر میشه. تا یادم نرفته بهتون بگم که اگر به هنر علاقه‌مندید کانال من بهترین جاییه که میتونید ازش کلی ایده هنری یاد بگیرید. پس حتما کانالم رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو حالت آل بذارید و منو به دوستاتون معرفی کنید. برگردیم سراغ ادامه ویدیو. چند تا نکته هست در رابطه با اینکه از چه ظرفایی میتونید استفاده کنید. همونطور که گفتم ظرفتون حتما باید یه نقصی داشته باشه. منتها اگر ظرفتون تیکه‌هاش خیلی ریز باشه خیلی سخته که بخواید دوباره تعمیرش بکنید و بخواید که این تکنیک رو روش پیاده بکنید، مگه اینکه خیلی حوصله داشته باشید و دلتون بخواد که حتما اون ظرف رو دوباره ازش استفاده بکنید. و یه نکته دیگه هم اینه که اگر که حالا مثل ظرف من یکی دو تا تیکه کوچیکش نبود من جلوتر بهتون یاد میدم که چجوری اون یه تیکه ها رو پوشش بدید، درستش بکنید که دیگه توی ظرفتون مشخص نباشه. نکته بعدی اینه که زمانی که شما این ظرف رو تعمیرش میکنید به خاطر اینکه توی تکنیک اصلی کینتسوگی از طلا استفاده میشه اون ظرف قابل استفاده است و میتونید که حالا توش غذا بخورید و اینا. منتها این ظرفی که ما داریم اینجا درست میکنیم به خاطر اینکه حالت تزیینی داره، یعنی از موادی استفاده میکنیم که فقط به عنوان تزیین میشه ازش استفاده کرد، دیگه شما نمیتونید توش غذا بخورید و باید فقط به عنوان یک حالا اثر هنری یا تابلوی دکوراتیو ازش استفاده بکنید، رو دیوار بزنید یا یه جایی برای دکوری نمایش بدید. به هیچ عنوان توش غذا سرو نکنید چون که اون موادی که ما استفاده میکنیم گفتم که فقط جنبه کار هنری داره و قابل استفاده نیست. ببینید من زمانی که داشتم این کار انجام میدادم چند بار قبل از اینکه چسب بزنم تیکه ها رو به هم وصل کردم، یعنی همجور کنار هم چیدم تا ببینم که تیکه گم شده هست یا نه و دیدم آخر سر یه تیکش که خیلی باریکم هست زیر کابینت افتاده. حتما این کار رو انجام بدین و تا جایی که میتونید تیکه ها رو پیدا بکنید و کنار هم بچینید، چون که هر چقدر که از تیکه های خود ظرف استفاده بکنید کارتون قشنگتر و تمیزتر میشه. نکته بعدی خیلی مهم اینه که وقتی که دارید از چسب 1 2 3 استفاده میکنید به هیچ عنوان از اون اسپری خشک کنندش استفاده نکنید، به خاطر اینکه این اسپری خشک کننده خاصیت سفید کنندگی و مات کنندگی داره. وقتی که شما روی طرحتون اسپری بکنید ممکنه که اون جاهایی که شما چسب زدین یه خط سفید ایجاد بکنه که از تمیزی کارتون کم میکنه. بهش باید زمان بدین تا اینکه خودش خشک بشه، مثلا 1 روز نصف روز بهش وقت بدین تا کاملا این تیکه‌های چسب به هم بچسبه. نکته بعدی هم اینه که حتما زمانی که دارید با چسب قطره‌ای کار میکنید دستکش داشته باشید. حالا تو جاهای دیگه ممکنه که عادت نداشته باشین به دستکش، ولی برای این کار حتما از دستکش استفاده کنید، به خاطر اینکه این چسب زمانی که به دستتون میچسبه و شما روی سطح کار دوباره دستتون رو میذارید این چسبا روی سطح کار میچسبه و سطح کارتون رو مات میکنه و کثیف میشه کارتون.
ولی وقتی که از دستکش استفاده بکنید دیگه این اتفاق نمیافته. یعنی حالا ممکنه که یه جاهایی از کارتون چسبی باشه ولی سطح کارتون مات نمیشه و حالا نشون داده نمیشه. حتما هم به حرکت دست من نگاه کنید ببینید من چقدر چسب رو کم میریزم. اگر چسب زیاد بریزید از لای اون درز بیرون میاد و باعث میشه که کارتون تمیزیش از بین بره. خیلی دارم تاکید میکنم روی این که کارتون رو با ظرافت انجام بدین، چون که همه هنر به این بستگی داره که شما اون کار رو تمیز انجام بدید. وگرنه شما از بهترین مواد هم استفاده بکنید، اگر کارتون تمیزی نداشته باشه واقعا کسی نمیاد که براش هزینه بکنه یا بخره یا اصلا دلش بخواد که اون رو نگاه بکنه. بعد از اینکه کاملا هم چسبایتون تموم شد یه دور یه چسب خیلی نازک روی شکافا بزنید تا کاملا مطمئن بشید که همه تیکه ها به هم چسبیدن و جایی بدون چسب باقی نمونده. بعد از اینکه کاملا چسبا رو زدین حدود 1 روز بهش فرصت بدین تا کاملا چسبا خشک بشه و بعد میریم سراغ مرحله بعد. خب خوش اومدیم به حیاتمون. اینجا میخوایم که با هم دیگه اون قسمت طلایی رو درست بکنیم. برای درست کردن قسمت طلایی من میام و ورق طلای مایع درست میکنم. روش درست کردن ورق طلای مایع رو به صورت کامل چند تا ویدیوی قبلی براتون توضیح داده بودم. شما از هر روشی که براتون راحت تره میتونید استفاده بکنید. من اینجا دارم از ورق طلای مایعی که خودم با استفاده از وارنیش درست کردم استفاده میکنم. حتما حواستون باشه قبل از اینکه برید درست بکنید این کارو اون ویدیو رو نگاه بکنید. در رابطه با انواع ورق طلا براتون توضیح دادم، لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. خب بریم قبل از اینکه شروع کنیم به طلاکاری اون قسمت هایی که بهتون گفته بودم تیکه‌های شکستش رو پیدا نکردم رو با هم دیگه درست بکنیم. حتما این قسمت هایی که نتونستین تیکش رو پیدا بکنید و حالا شکسته یا لپر شده رو با استفاده از چسب حرارتی پوشش بدین، به خاطر اینکه این پوشش دادنه باعث میشه که نتیجه کارتون بهتر بشه، تمیزتر بشه. و اینکه حالا اگر که بخواید داخل این ظرف مثلا گلدون اگر باشه داخلش مثلا گل بذارید یا ازش استفاده غیر از مواد خوراکی بکنید بتونید که این کار رو به راحتی انجام بدید. من میام و داخل این حفره هایی که باقی موندن رو با استفاده از چسب حرارتی پر میکنم. اگه حفرهاتون کوچیک بود و اگر نمیخواستید که استفاده بجز تزیین ازش بکنید میتونید از همین چسب حرارتی استفاده کنید. اما اگر که حالا میخواید یه کار حرفه‌ای تر داشته باشید میتونید که از تکسچر استفاده بکنید و داخل حفره ها رو با استفاده از ملات تکسچر بپوشونید تا کاملا پوشیده بشه و بتونید که روش رنگامیزی رو انجام بدید. بعد از اینکه چسب رو روی سطح کارتون زدید با استفاده از همون سری چسب بیاید و سطح کارتون رو یه مقدار صافش بکنید. اگرم باز اضافه موند بهتون میگم که جلوتر چی کار باید بکنید. کاملا اجازه میدیم که چسبمون خشک بشه و بعد شروع میکنیم به طلاکاری. شروع میکنیم به رنگ زدن اون قسمت های از کارمون که ترک داره و تمام اون بخش های ترکدار رو با رنگ پر میکنیم. فقط به حرکت دست من نگاه کنید که من به صورت ضربه‌ای دارم رنگ رو روی سطح میزنم و قلمو رو نمیکشم، به خاطر اینکه پوشش دهی ترکیب ورق طلا و وارنیش ضعیفه. اگر که بیایم قلمو رو بکشیم خیلی رنگ کمی بهمون میده، اما اگر که به صورت ضربه‌ای بیایم رنگ رو روی سطحمون بذاریم اون وقت نتیجه کارمون خیلی بهتر میشه. خب بریم سراغ داستان تکنیک کینتسوگی و اینکه اصلا چیه و چرا ازش استفاده میشه. میگن یکی از پادشاه‌های ژاپنی یه ظرف چایی داشته که این ظرف چینی چاییش بعد از یه مدتی میشکنه و این ظرف رو برای تعمیر به چین میفرستن. بعد از اینکه این ظرف رو براش پس میارن میبینه که اون کسایی که اینو تعمیر کردن اومدن و بند زدن و خیلی نمای زشتی پیدا کرده. هنرمندای ژاپنی دور هم جمع میشن و تصمیم میگیرن که یک ایده بهتر برای تعمیر کردن ظرفای چینی که اون زمان خیلی گران قیمت بوده پیدا بکنن و در نهایت به این نتیجه میرسن که جاهایی که شکسته شده و ترک داره رو بیان و با استفاده از ترکیب صمغ و پودر طلا به همدیگه وصل بکنن و اینجوری میشه که تکنیک کینتسوگی ابداع میشه.
خب قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان، حواستون باشه به اون قسمتی که ما قبلا چسبش زدیم. با استفاده از یک کاتر میتونید که اون قسمت هایی که برجسته هست رو جدا بکنید و بعد از اینکه سطح کارتون کاملا صاف شد میتونید که ورق طلای مایعتون رو اون قسمت ها بزنید. برگردیم به ادامه توضیحاتمون در رابطه با تکنیک کینتسوگی. توی فرهنگ ژاپنی یک فلسفه‌ای وجود داره به اسم فلسفه وابی سابی که در رابطه با این یک کتاب هم چاپ شده که توی ایران هم ترجمهش موجوده. وابی سابی یک فلسفه‌ای داره به این معنی که کمالگرایی رو باید بذاریم کنار و کاستی هامون رو باید بپذیریم. و توی فرهنگ ژاپنی اینکه یک وسیله کاربرد داشته باشه خیلی مهمتر از اینه که حتما زیبا باشه. برای همین وقتی یه ظرف چینی مثلا میشکنه میان و به جای اینکه بندازنش دور اون کاستی هاش رو حتی میان بزرگ نمایی میکنن و با طلا میپوشوننش تا بیشتر دیده بشه و بعد ازش دوباره استفاده میکنن و دوباره به چرخه مصرف برش میگردونن. اگه در رابطه با این موضوع سرچ بکنید حتما اطلاعات بیشتری رو میتونید کسب بکنید. یکی دیگه از علتایی که اومدم و این ظرف رو ازش دوباره استفاده کردم و گفتم به شما آموزش بدم اینه که گفتم شاید خیلی از افراد مثل من دچار کمالگرایی باشن که این خیلی اذیتشون میکنه و به نظرم اومد اگر که چنین ظرفی رو داشته باشم و جلوی چشمم باشه شاید از میزان کمالگرایی کم بکنه و چی بهتر از این که وقتی خودم چیزی رو بلدم به شما یادش بدم. بچه‌ها موقعی که دارید این شکاف ها رو پر میکنید حتما باید حوصله زیادی داشته باشید و حتما از قلموی خیلی نازک استفاده بکنید. اگر قلمتون ضخیم باشه کارتون به اون زیبایی و ظرافت در نمیاد. حتما با حوصله این کار رو انجام بدین، تمام اون شکاف ها رو پر بکنید. اگر جایی فکر میکنید که کم رنگه دوباره بیاید و روش رو با رنگ بپوشونید تا کاملا اون شکاف و اون ترک خوردگی دیده بشه. بعد از اینکه تمام ترک ها رو پوشوندیم بیاید و اون لبه های ظرف که ابتدای شروع اون ترک هست رو هم حتما با رنگ طلایی بپوشونید چون که اینجوری ظرافت کارتون خیلی بیشتر میشه. اگر دوست داشتید میتونید که پشت کارتونم با همین تکنیک ادامه بدیم، ولی خب من میخواستم که فقط سطح کارم رو با ورق طلای مایع بپوشونم. این دیگه سلیقه شماست، اما توی تکنیک اصلی تمام جاهایی که ترک داره رو با همین روش ترمیم میکنن. بعد از اینکه رنگ گذاری تموم شد یکم اجازه بدین تا کاملا رنگ ها خشک بشه. بعد دوباره نگاه بکنید اگر احساس کردید جایی نیاز داره به اینکه دوباره ترمیم بشه یا یه جاهای رنگ پر رنگ بشه حتما این کار رو انجام بدید. اگر جایی هم احساس کردید که دستتون بیرون از خط زده و یه مقدار رنگ زیاد ریختید میتونید که با استفاده از کاتر اون یه تیکه رنگ رو بتراشید تا اینکه کارتون کاملا ظریف و با ظرافت باشه. اینم از نتیجه کارمون. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. خوشحال میشم که نظراتتون رو در رابطه با کاری که ساختم توی کامنت ها به هم بگین. حتما کانالم رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو حالت آل بذارید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید. اگر برام کامنت بذارید باعث دلگرمی منه. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.